آقا سلام علیکم. یه بیلد هلدنی خواستم ویدیو بگیرم، بیلد دکستریتی و آرکین. حالا بیلد دکستریتی خالی هم میتونید بازیش کنید، ولی من میخوام به صورت دکستریتی و آرکینش هم بهتون بگم. به صورت دکستریتی رو هم میگم و همین. آقا خیلی شاید براتون عجیب باشه، ولی گانی که در واقع وپنی که میخوام بهتون بگم همین که دستمه. شاید فکر کنید که این وپن در است برای یه بیلد استرنج باشه، چون خیلی گنده مونده هم هست، ولی این بیلد، این در واقع وپن در است برای دکستریتیه و رو دکستریتی بهتر اسکیل میشه. الان بهتون نشون میدم چرا. بذار اول این وپن رو با هم ببینیم. من لول 24 رو دارم که پسیو افکت اسکارلت رات هم داره، 65 تا، خیلی خوبه. و اینکه اتریبیوت ریکوایر داشت 30 تا استرنج میخواد که یکم زیاده برای بیلد دکستریتی متاسفانه، ولی یه میشه یه جورش کرد. من خودم 30 تا رو نداشتم، از این دوتا استفاده کردم. این 5 تا استرنج میده، این تالیزمانه. این ماسک هم فکر کنم 2 تا میده. خب و خیلی بیس دمیجش خیلی بالاست، 387 کلا، خیلی چیز خفنیه. و با اینکه کلوشال وپنه ویت خیلی پایینی داره، اینا کنید مثلا جاینت کراشر رو ببینید 26 و نیم ویتشه که خیلی بالاست، و که لول 24 دوتاش. و اینکه خب ببینید این اتریبیوت ریکوایر داشت 30 تا استرنج میخواد که شاید فکر کنید روی استرنج اسکیل میشه، ولی خیلی جالبه که من بیام اینجا یه اشابار روش بذارم. اشابارش هم میتونید تغییر بدید، با اسمیلیسون معمولیه آپگرید میشه. اینجا ببین مثلا لاین کلا روش بذارم، نگاه کنید اگه رو هیوی بریم اسکیلش میشه بی، نگاه کنید. ولی که برای استرنج دیگه هیوی. رو کین اگه بریم که کین برای دکستریتیه میشه A، یعنی بهتره دیگه. با اینکه حالا این وپن خیلی ظاهر استرنج باری هم داره، ولی در اصل میشه اسکیلش میشه A که خیلی هم جالبه. حالا شما اگه مثلا برید روی پویزن دکستریتیش میشه B، که رو هیوی هم بودیم استرنجمون بی بود، پس این معلومه که رو دکستریتی داره بهتر اسکیل میشه دیگه، درسته؟ که اینجا رو پویزن هم بریم استرنجش رو دیه. و یه چیز خیلی جالب اگه اینجا ناکنید، پویزن بیلداپ 183 داره، یعنی نهایتا شما با 2 هیت پویزن میکنید که با آرکین هم اسکیل میشه دی. هرچی آرکینتون بالاتر باشه بهتر اسکیل میشه رو پویزن. و میتونید رو بلاد هم بذارید که 158 تا. من الان 50 تا آرکین دارم. شما اگر در واقع گریترون گادریک رو فعال کنید 5 تا اون بهتون میده، میشه 55 تا آرکین. رو 50 تا آرکین داره 158 تا بلاد میزنه، این که خیلی بالاه. یعنی شما 2-3 تا هیت بدید بلاد میخوره. فقط بعدیش اینه که یه وپن خیلی سنگینیه، ولی الان بهتون میگم چیکار کنیم که خفن بشه. اینا میتونید رو بلاد بذارید که من پیشنهاد میدم به شدت، چون دکستریتیش رو بی اسکیل میشه که بی هم خیلی خوبه. میتونید رو کین هم بذارید، ولی که اون میشه حالت دکستریتی خالی دیگه نمیخواد که آرکینتون بالا باشه. خب من میذارم رو بلاد 158 تا بلاد میزنه که خیلی بالاه، و من آرکینم 50 و بذار نشون بدم. من 95 تا دکستریتی 50 تا آرکین دارم که این دوتا مهماش بودن. دکستریتیتون رو بیارید بالا دیگه، خیلی مهمه برای این بیلد. و اینکه لول هم 278 که روی نیو گیم پلاس بیشتر اوکی این بیلد. که در واقع این وپن هم بخواید بگیرید یه مقداری طول میکشه که بگیریدش. فکر کنم زیاد حرف مفت زدم، ولی خب بذار اول بهتون نشون بدم که این وپن رو از کجا بگیرید. ببینید اول که باید خیلی تو بازی جلو برید متاسفانه، و باید بیاید این قسمت بالای مپ که برای ورود به این قسمت بازی اینجا که من هستم باید 2 تا از این مدالیونا رو داشته باشی. اینها، این دوتا.
هالیکتری سیکرت مدالیون که اینا رو میتونید تو یوتیوب بزنید و خودتون ببینید که از کجا باید اینا رو بگیرید. و این قسمت سمت راست رو نمیخواد که با مدالیون بیاید، بعد مورگات رو بزنید، بعد میلیون رو بهتون میده که میتونید به قسمت سمت راست. قسمت سمت چپ حتما باید این دوتا مدالیون رو داشته باشید و از اینجا که بیاید همینجوری میاد بالا تا میرسید به اینجا همون مسیریه که میره به سمت هالیکتری و فاسفایت مالنی. خب من اینجا رو سایت اپ کلیسش بهتون میگم که کجا برید. اینجا بودیم. خب پس با میگیریم میام. برای اینکه این وپن رو بگیریم باید اون بابایی که اونجاست رو بزنیم که یه کوچولو هم سگه. من بافون بزنم که ببینید این گان چه شکلی من میگم این وپن ببینید چه شکلی دمیج میده. خیلی خفنه. من لاین کلا انداختم روش اشابوار. اینجا یه دونه لاین کلا بزنیم. ببینید چسبید رو زمین و بلاد خورد. 2 تا زدم و بلاد خورد. ببینید 2 تا هیت میدم بلاد میخوره. خیلی خفنه دیگه. این عملا شما با 2 تا هیت دارید بلاد میزنید و وقتی اینو بکشید اینو براتون دراپ میکنه که ست این یارو هم خیلی خفنه. اونم میتونید حالا بزنید یوتیوب باز ببینید چون خیلی باحاله ستش. و اینکه حالا بیایید بریم اشابا رو بهتون نشون بدم. اول این اشاباری که من استفاده کردم اشابار لاین کلا بود که اینا لاین کلا رو توی منطقه کیلیده. منطقه در واقع محل دقیقش رو نمیدونم. شما میتونید دوباره بزنید یوتیوب و ببینید و خیلی اشابار خفنیه. جزو خفن‌ترین اشابارهای بازیه. و اینکه اینو بیاد و بذاریدش روی حالت بلاد که این برای که رو حالت بلاد بذارید یه دونه وت بلید میخواید اگه اشتباه نکنم که من یه جو برش دارید تو ایتمای کلیدی باید باشه. اینا فکر کنم اینه رد هات وت بلید که آرایی بزنیم میگی که حتی میگه فلیم تایپ. این نیست. پس ماجیک تایپ اینم نیست. همین اولیه فکر کنم. نه اینه بلک وت بلید. آره همین بلک وت بلید. ننوشته کجا میتونید بگیریدش. اینم باز میتونید بزنید یوتیوب دیگه. اگه تا الان نداریدش میتونید بزنید یوتیوب و اینا هم بگیرید که میتونید روی اوکالت و نوشته روی اوکالت و پویزن و بلاد بذارید. و اینکه اینا حتما باید بگیرید. حالا من اینجا بیام بشینم یه لحظه. ببینید روی لاین کلا اگه بریم نکنید رو پویزن 183 تا پویزن میزنه که با اسکارلت رات میتونید اینو ترکیبش کنید. تازه این رات هم میزنه، اسکارلت رات هم میزنه. این برای خود وپن این پسیوی که داره خیلی خفنه این وپن واقعا. و اینکه کلد هم داره. میتونید کلد رو هم بذارید که باز باید وت بلیدش رو بگیرید که این فکر کنم توی منطقه که میخواید برید رنلا رو بزنید سمت چپش اونجا باید برش دارید. و این فراس 150 تا فراس میزنه که روی ببینید دکستریتیش هنوز رو بی میمونه و خیلی خوبه این اسکیلش واقعا. رو دکستریتی رو بی میمونه کلا. آخه این سه تا که میذاریم و رو فایر میشه ای. روی استرنج بهتر اسکیل میشه رو فایر هم حالا بد نیست بذارید. میتونید از این اشابار هم استفاده کنید که کنم نمیذاره. آره روی این وپن نمیتونید استفاده کنید. خیلی هیچ. و میتونید که در واقع این وارکرای هم میتونید استفاده کنید که این هم حالا بد نیست. وارکرای هم من رو بلاد گذاشتم که این در واقع شارژ اتکمون رو حالتش رو تغییر میده. ناکنید این میزنید این باف رو و این حالت میزنه شارژ اتک رو. این حالت معمولیش یه جور دیگه است. ای بافش بپره بهتون نشون میدم. این خیلی استامینای زیادی میگیره و خیلی هم طول میشه. این ناکنید خیلی طول میشه تا بزنید. این اگه همون لاین کلا رو من بذارم اون لاین کلا خیلی چیز خفنیه و استنس بیری که خیلی خوبی هم میزنه. دمیج استنس داره. اینو رو بلاد میذاریم و ناکن چقدر سریعه. ناکن این خیلی سریع میزنه. خیلی چیز جوابیه. بافا رو میتونید بزنید. میتونید حتی رو حالت کین هم بذارید اگه بخواید خیلی دمیج زیادی بزنید و این بلاده براتون مهم نباشه. اینجا اینو
میتونید راحت کین هم بذارید که رو A اسکیل میشه. ببین چقدر دمیج داره و میتونید از این استفاده کنید خلاصه. و تالیزماناش هم اگه بخوام بهتون بگم، اگه بخواید رو بلاد بازی کنید، هم این حالتی که من گذاشتم بخواید بازی کنید، دمیج هم نگاه کنید خیلی بالا. واقعا من خیلی حال کردم با این. و این ماسکش رو میتونید روی وایت ماسک بذارید که 10% دمیج بیشتر میده وقتی بلاد بزنی. و اینم میتونید روی بلک فدر بود، رپتور بلک فدر، روی این بذارید که وقتی بپرید اتک بدید دمیج بیشتری میزنی. اینم بستگی به سبک بازی خودتون داره، ولی این لاین کلا خیلی خفنیه. و همین دیگه، بقیه‌اش مهم نیست. این وایت ماسک رو حتما بذارید. و این فقط مشکلش همینه دیگه، استرنج 30 میخواد که الان من با اینکه این تالیسمانم گذاشتم ولی به 30 نرسیده و همون ماسکر رو بذارید که دوتا استرنج به امید میشه 31. و میتونید اینو بذارید و این شارد آف الکساندر حتما بذارید اگه میخواید در واقع لاین کلا بازی کنید. خیلی خفنیه، 15% هم دمیجتون رو بیشتر میکنه، دمیج انشوارتون رو و اسکیلتون رو، حالا هر چی میخواید بهش بگید. و اگه استرنجتون کافی بود حتما این رو بذارید، این تالیزمان رو بذارید، لورد آف بلاد رو بذارید که خیلی خفنه اینم. و این دوتا هم اوکیه. اینا رو حالا میتونید چیزای دیفنس هم بذارید دیگه، میتونید اینو بذارید، اینو خیلی خوبه دیگه. باز اینجا انتخابای دیگه هم هست دیگه، مثلا این در واقع کلا تالیزمان هم خیلی خوبه، میپرید میزنید دمیج بیشتری میزنید دیگه. چی گفتم یه دونه از اینا هم هست، این تالیزمانو که حالت آخرشه، در واقع بهترین تالیزمانش این همون اولیه است، بوست فیزیکال دمیج نگیشن. اون یه دونه هست که خیلی دمیج نگیشنتون رو در واقع بوست میکنه و اونم باز میتونید بزن یوتیوب و ببینید از کجا باید بگیرید. آره دیگه همین، خیلی وپن خفنیه و بعدش اینو سنگینه دیگه. آقا دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. همین.